الحميد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزیز حکیم. الله متعال در ما قبل بیان داستان کفاری که وارد جنگ میشد، شیطان یا ابلیس لعین برای مزین کردن این اعمالشان یک چیزی واره آفرین کرد و در پشت سرشان شاباسی گفت. یک نیروی خیالی را هم برایشان پیش کرد که امروز سر شما هیچ کسی زور نیست و یا خیلی خوش شدن. این قوت خیالی را ابلیس لعین در چشم از یا آورد و یا را دیگه هم مغرور ساخت. در فکر از این نشدن که آیا آینده یا عاقبت چی واقع میشه. الله متعال می فرماید که قوتهای غیبی را همیشه مردما، کسایی که ظاهر بین است، درک کرده نمیتونه. مؤمنان واقعی میدانه که چون اتکایشان بالای الله متعال است، اگر نیروی مقابل هر قدر اضافه باشه، اما نیروی ایمانی از وا غالب بالای نیروی ظاهری از وا است. از همون خاطر در میدان جنگ بهترین یا بزرگترین نیروی و قوت نیروی معنوی یا نیروی ایمان است، چرا که ایمان و عقیده انسان ثابت قدم در میدان جنگ نگاه میداره. پشت سرم الله متعال وجه شکست کفار بیان میکنه که انهم لا یفقهون، یا نمیدانن. مؤمن زمان قدم میگذاره او از نیروی ایمان خود قدم میگذاره. نیروی ایمان قوت میده که با یک جماعت بزرگ باید مقابله بکنه. چرا؟ به خاطری که مسیرش هدفمند است، هیچ شکست یا ضرر برش نیست. اگر کشته شود شهید است. الله متعال او جنت را برش مهیا ساخته که اون نعمتها بدون این کارا به دیگه چیز حاصل نمیشه. رضامندی الله متعال که مطلب اصلی هر مؤمن است، ایام به اطاعت الله و به مقابله اینمی مردمایی که دشمن دین الله هستند توسط ازی حاصل میشه و بصیرت دارن می جنگن. اما منافقین کسانی که از نیروی ایمان آگاهی نداره، از قوت غیبی معلومات کافی نداره، از امو خاطر در هر تاریخ، نه تنها در او زمان پیامبر علیه السلام، منافقین و کسایی که در قلبشان شک و شبهه است در مورد قوت مسلمان ها و امی گپا را اندازی کرده، حتی شایعات پخش میکنن، حتی تبلیغات میکنن که بی این مسلمان های خیلی کم دینشان یاره در غرور انداخته، فریب داده یاره، یا خود مسلمان میگه حق میگه، به می خاطر یاره در جاهای هلاکت میکشانه. اگر امی نکته نمی بود، گاهی هم مقابله با این نیرو نمی کرد، با این کفار نمی کرد. زمانی که روسا آمده بود، کمونستا می گفتن این مجاهدینی که در سر کو امرای تفنگ مشکوش و امرای دانگ و تبر و داس برآمده، یا خیلی دیوانه و بیعقل هستند. تانگ و تیاره را بیبی و این مردم بیبی. زمانی که امریکا می آمد، یک جنگ تبلیغاتی اول انداخت در اینجا. آنقدر سر و صدا شد که حتی وسایل داره که شخص در اتاق تمیز جدا میکنه و بعد از او قطع مرمی خود فیر میکنه در بین اتاق بدون از اینکه ضرر به دیگه برسه، ای کشته میشه. اما صحنه های جنگ تمام دروغ پردازی این مردم کافر مکمل برملا کرد که جنگ های خیلی زیاد قرار گرفت، حتی یا بسته لشکر مجاهدین دیده نمیتونه. این کلش دروغ تبلیغات بوده، افواهات بوده. مردم هم میخواست توسط جنگ تبلیغاتی مورالشان ضعیف کنه و نشوه که یا مقاومت اختیار بکنه. این گپا در طول تاریخ در جنگا صورت میگیره. کسایی که ایمان قوی دانه یا میدانه که در برابر ایمان ما هیچ اسلحه امرای کافر وجود نداره، از امو خاطر اتکای ما به الله هست و الله خو صفتای داره که عزیز است. هر اراده را که بکنه کسی دور داده نمیتونه. حکیم است، نمیکنه که او شخصی که به خاطر دین از او مجاهده بکنه بازورم رسوا بسازه، ناکام بسازه، نمیکنه این کار. الله حکیم است. از او خاطر اینجا امو شبهه و مرض منافقین الله یاد میکنه. اذ یقول المنافقون، قابل یادآوری است در آن وقتی که میگفت منافقون، کسانی که در مدینه منوره بودن، والذین فی قلوبهم مرض، او مردمانی که در دلهایشان
مرض بود. اطراف مکه مکرمه و جاهای دیگه که نزدیک بدر بودن، او مردما شک و شبهه در قلبشان در مورد اسلام داشتن، فکر میکردن که همیشه مدار کامیابی مکمل بودن اسلحه و نیروی خارجی است، اسباب ظاهری است. هیچ وقت نظرشان کار نمیکرد که اصل سبب غلبه و پیروزی نیروی معنوی است، امداد و نصرت الله متعال است. چی میگفتن؟ غر هؤلاء دینهم، فریفته کرده یاره، فریب داده یاره، یعنی در علاقت انداخته یاره دینهم، دینشان. چرا؟ به خاطر که راست میدانه، دین خود حق میدانه، از او خاطر بی فکر حرکت میکنه، نمیبینه که دشمن دو چند و سه چندیش است و این قدر نیروی مجهز داره. بعضی مردم ها میگه این مردم ها مزی بوی جنت یاره مست ساخته، فکر نمیکنه که اینجا خو بسیار قوت های بزرگ است. خبر نداره که نه، مومن عقیده برجسته داره، اعتماد و اتکایش سر الله متعال است، نه بالای اسباب ظاهری و لشکر ظاهری. از او خاطر الله میگه و من یتوکل علی الله، کسی که اعتماد بالای الله متعال میکنه پس اکثرا غالب میگرده. چرا غالب میگرده؟ اکثرا قید به خاطر میمانیم بس اوقات با وصفی که توکل به الله کرده غالب نمیکنه بنابر یک حکمت. چرا؟ الله حکیم است، بس اوقات میخواه بنابر یک حکمت او را غالب نکنه. فإن الله، یقینا الله متعال عزیز، زبردست است، هر ارادهش نافذ شدنی است، کسی مانع نافذ شدن اراده از او شده نمیتونه. پس از او خاطر کسایی که توکل به الله میکنه گای مغلوب نمیشه، چرا که اعتمادش سر الله هست. حکیم حکمت والاست و هیچگاه الله او شخصی را که به خاطر دین او قیام کرده و به اخلاص می جنگه او را مغلوب ذلیل بسازه نمیکنه. ایره برای ما واضح شد که صحنه های میدان جنگ منافقین چه قسم ترسیم و نقشه بندی میکرد و الله متعال چه قسم اینمی آرزوها یا خیالهایی که یا در میدان جنگ میپروراندن الله قطع خاک یکسان کرد. چرا که در جنگ بدر زمانی که حالت دیدن در تعجب شدن که عجیب است، والا این حالات از کجا آمد؟ ایره چی میکنی؟ ولو ترى اذ يتوفى الذين، اگر تو ببینی پیغمبر علیه السلام اما حالت ناگواری که بالای کفار در حالت مردن و مردار شدنشان بود، دیگه بسیار قابل افسوس حالت است. خیلی زیاد انسان افسوس میخوره که مردم ها را ببین چرا در اینطور حالت کام مرگ و هلاکت آمدن. مفسرین کرام دو نظر داره. بعضی میگه ای برای اونمو مردار شدگی های بدر است، کلان قریش که در اونجا مردار میشودن. راستی هم در اونجا ملائک برای نصرت مومنا آمده بودن و ملائک میزدن شه. و بعضی میگه که نه، در جنگ بدر عملا ملائک شریک جنگ نشد، آمدند اما فقط تقویت مسلمانان را کرد، عملا جنگ نکردن. از او خاطر آیت عام میگیرن، میگه ای در مورد کلی کافر است. زمانی که کافر روحش قبض میشه ملائک میرسه و یار زده میره. در بعضی احادیث آمده که قمچینای آتشی، گرزای آتشی میباشه میزنه، اما چون که عذاب تعلق به عالم برزخ است در دنیا نیست، از او خاطر دیده نمیشه. کسایی که در محولش نشسته او را نمیبینه، اما در حقیقت و سخت عذاب داده میشه. دیگه یکی از جمله صحنه های ذلیل کننده کفار همیست که زمانی که از دنیا رحلت میکنن ملائک یار زدن و کوبیدن میگیره که چطور بود. ولو ترى، اگر تو ببینی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام، اذ یتوفى الذین کفروا، در آن وقتی که وفات میکنه قبض روح میکنه و کسانی را کفرو که کافر هستند، الملائکه، ملائکه یار قبض روح میکنه، یضربون وجوههم، میزن رویایشان، چپلاقاری میکنه، و ادبارهم، پشتایشان، و برایشان میگه که حالا چیست؟ و ذوقوا عذاب الحریق، چطور است حال؟ بچش عذابی سوزنده را که ظاهر و باطن آلی در میده. این عذاب دنیا واره نیست بلکه شروع از باطن میکنه. چرا؟ آتش جهنم و آتشی که الله متعال در داده او از درون میسوزانه. این را برش میگه ذالک، ایخو عذاب است. چرا عذاب میده الله؟ نتیجه عمل خودش است. بما قدمت ایدیکم، به سبب آن چیزی که پیش فرستاده دستای خودتان. علت عذاب عمل بد مردم است. عدل الله متعال تقاضای زیر داره که همچون مردم باید عذاب بده. و ان الله، یقینا الله متعال لیس بظلام للعبید، نیست ظلم کننده بالای بندگان خود. زمانی که کسی عذاب سرش میاد حتما نتیجه عمل خودش است.
که الله متعال برای ازواق امکانات قوی داده بود، پیغمبر وار شخصیت برشان روان کرد، نصیحت خواه خیرخواه، اما سخنان ازوار به باد هوا گرفتن. نه تنها که نه قبول نکردن، بلکه به مبارزه و مقابله قیام کردن. پس از او خاطر مستحق عذاب الله شدن. کدعب آل فرعون والذین من قبلهم. کسی شاید فکر بکنه که عذابای الله متعال یا این غلبه مسلمانان در جنگ بدر یک امر استثنایی است، یک دفعه واقع شده خیر و خلاص. الله متعال بیان میکنه نه، این قانونی دوامداری الله متعال است در تاریخ سابقم و در تاریخ آیندم. اینی واقعات انسان درس میده که بله اگر مسیر حق اعلام میکنه، مخالفت و دشمنی را با دین الله میکنه، دیگه انتظار عذاب الله را داشته باشه، به هر قسمی که باشه، به هر صورت و رنگی که باشه. البته رنگا و صورتهای عذاب الله متفاوت است، مثل که عذاب امت پیغمبر علیه السلام در نفاق و خانه جنگی است. چرا که دیگه عذابا را پیغمبر علیه السلام دعا کرد، الله متعال قبول کرد. کافر به طریق بیخکن مسلمانا را مغلوب کرده نمیتونه که کل مسلمانا را بگیره کافر غالب شود. این دعا پیغمبر علیه السلام کرده. کل امت پیغمبر علیه السلام توسط یکی از جمله عذابای الهی کلش یک دم هلاک شود، اینم دعا کرده الله هلاک نمیکنه. اما وقتی دعا میکنه که امت ما گرفتار خانه جنگی و نفاق نشوه، الله متعال قبول نمیکنه. پس یکی از جمله عذابای نمیسته او یلبسکم شیعا، یا بپوشانه لباس بگردانه برای شما فرقواریت، فیذیق چیسته بعضکم بعض بعض، بچشانه توسط بعضیتان عذاب بعضی دیگرها را که آلی ما میبینیم. برادر سری برادر ظلم کرده رایسته، امن برقرار نیسته، تمام مصیبت ها آمده که باعث آمدن کفار هم شده. اینی یک عذاب الله متعال است. قرآن کریم ما را درس میده که اینی قانون الله متعال است. کدعب آل فرعون، به مثل حالت ناگواری است یا به مثل حالت آل فرعون است، تابعداران و لشکریای فرعون است. والذین من قبلهم، و حالت ناگواری است یا به مثل حالت کسانی است که پیش از یا بودن. چی کرده بودن؟ چرا الله متعال را عذاب میده؟ عذاب به خاطر میده که مثل فرعون و فرعونیا تابعدارایشان اینمی قسم تکذیب آیات الله را کرده. اینجا تشبیه جنایاتشان است. کفروا بآیات الله، انکار کردن از آیاتهای الله، احکام الله، دستورات الله. فاخذهم الله بذنوبهم، الله گرفت واره به سبب گناهایشان. پس این مورد کفار مکه که گرفته شده به خاطر گناهشان، امی قانون الله در آینده است. هر کس گناه میکنه، جنایت میکنه، با حق مقابله و ستیزه میکنه، گرفتاری امچو عذاب میشه، انتظارش داشته باشه. اینطور باقی نمیمانه. چرا؟ ان الله قوی شدید العقاب، یقینا الله متعال سخت عذاب دهنده است، سخت. پس وقتی که الله با قوت عذاب میده، کسی مقابلش کرده نمیتونه که فرار بکنه یا خود نجات داده بتانه. اینجا تشبیه ایسته که عادتی الله جاری به شده که عذاب آوردن بنابر جرم میکنه، چون که جنایت از حد خود بالا میره و الله متعال عذاب میاره. مشرکین مکه امی قسم شده بود. ذالک بان الله، ای بخاطر عزیز چرا الله ظلم نمیکنه، یعنی بدون جرم الله جزا به کسی نمیده. یک قاعده عام و قانون عام الله متعال است. الله من نظر بر رحمان و رحیم بودنش، مهربانیش عام است، شامل کافر و مسلمان میشه. نعمتایی که در زندگی برای کسی داده میشه الله متعال به کلگی میده، اما حفاظت نعمتای الله ای بری خود شرط داره. دادن نعمت خو الله به کلگی میده، اما اینمی نعمت و اینمی راحت و عزت کی آدم حفاظت کنه میتونه؟ تا وقتی که شرط الله را پورا بکنه. کدام؟ که حالت خود تغییر بده. ذلك بان الله، ای بخاطری است که الله متعال قانونش است، لم یکن مغیرا، نیست که تغییر دادنی باشه. نعمتا، یک نعمت، اگر او امن است، راحت است، یا طعام است، یا عزت و چی مرتبه است، کل چیزا را که داده، انعمها که انعام کرده علی قوم، بالای قوم، تغییر نمیده می نعمت که الله داده. حتی یغیروا ما بانفسهم، تا که تغییر بدن و حالت را که در نفسای خودشان قرار داره. دینمیست حالت باز الله تغییر میده. با فرعون و مشرکین مکه الله نعمتها را داده بود. نعمتهای اهل مکه امی بود، تجارت ها میکردن، کسی برش غرض نمیگرفت، قابل عزت و احترام بودن، به حیث خادمای حرم مردم یارا تعظیم میکردن. مال و منال و داراییشان هم خوب
رونق زندگیشان جور شده بود، لایق بود که شکرگزاری میکردن. از این نعمت غلط استفاده نمیکردن. این نعمتهای الله را در ضد اسلام استعمال نمیکرد، اما یا گرفتن در ضد اسلام استعمال کرد. قانون الله بیان کرد. این آیت کوتاه آیت است، اما سرنوشت ملت ها را روشن میسازه که ملت ها کی در کام ذلت میره و کی در مرتبه عزت بالا میروند. قرآن کریم اصل علت اساسی تمام ملت ها را از تنزل و ترقیش بر ما بیان میکنه. از او خاطر اکثر مردم ها زمانی که مصیبت تکلیف برش برسه، گاهی زمانه را ملامت میکنه، گاهی پاچا را ملامت میکنه، گاهی ظالمایی که سرشان ظلم کرده و را ملامت میکنه، گاهی نکته های دیگری را در تلاش هستند که علت اساسی از او چیست. وحی الهی و کتاب الله متعال برای ما مسلمانان درس میده. زمانی که خودت در تنزل دیدی، بفهمی که کدام نعمت الله براتان کرده، شما در او تغییر آورده. از درونتان پرسان کنی که چی تغییر آمده، چی حالت را داراستی. کدام عزتی که برای مسلمان حاصل است، زمانی تغییر میخوره که از اون نعمت استفاده درست نکنه، منهج دیگری را در پیش رو بگیره. یگانه علت، اساسی علت صدر اسلام شما مطالعه بکنه، کسانی که همی کتاب الله را واقعا مشعل زندگی خود قرار داده بود، با وصفی که عددشان قلیل، حتی که قریب بودن مردم وارق اختطاف بکنه، توانمندی و زور نداشتن، اما زمان دهی روشنی قرآن زندگی خود اختیار کرد. الله امو مجد و عظمت برشان نصیب کرد که امپراتورهای بزرگ فارس و روم هم در حالت هراس و تزلزل بود، رعبی از یا سر از او افتاده بود، در حالی که صحابه کرام نه قوت خیلی بزرگ داشت، نه اسلحه خیلی محکم، نه کدام فوج تمرین شده داشت، هیچ چیزی نبوده. مردمای پراگنده تا دین روز حتی یک تمرین هم نکرده، اما امروز با مجردی که رخ یک سریه و گروپ مسلمانان طرف یک جهت میشه، و جهت پیش از اینکه مقابله بکنه دستی تسلیمی را بالا میکرد. چرا؟ به خاطری که به کتاب الله رجوع کرده بودن، میفهمیدن مجد و عظمت ما در عملی کردن حکم الله متعال است. این نعمت بزرگی که الله برشان داده. یقینا پیغمبر امو طور احترام کردن که لایق بود، الله خواسته بود. دفاع از دین امو قسم کردن که الله خواسته بود. از امو خاطر الله متعال هم از وا اعلان رضامندی کرد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. اعلان رضامندی الله امو راضی نیست، به خاطری است که در اونجا مقدار صحابه که با پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود است، بیعت به این میکنه که تا آخرین رمق حیات از اینجا فرار نمیکنیم تا که کشته نشدیم. کسایی که خونی خدا برای دفاع اسلام قربانی میکنه، الله متعال خامخا اعلان رضامندی میکنه و همون مجد و عظمت برش حاصل شد. خود زمانی که ما از این راحت و از این نعمت خود نعوذ بالله استفاده غلط کردیم، بجای از اینکه عبادت الله را بکنیم قرآن حاکم باشه، محکم علی گپا کلش در طاق گذاشته شد. مسجدها بند شد، مؤذن نبود، امام موجود نبود، درس قرآن و حدیث قطعا در باد فراموشی برده شد و کسی نام جهاد هم گرفته نمیتونست. حتی ملت ما آشنایی با کلمه جهاد نداشت که جهاد چی است، هیچ گپی موجود نبود. اینی بود که عذاب الهی آمد، بلای سرخ شوروی حرکت کرد، باز الله بر ما نصرت و کمک کرد. با اینمی قدر پراگندگی ها و اختلافات باز الله امی مجد نصیبی ما کرد. اما وقتی امی نعمت باز نگاه نکردیم، باز قومیت پرستی را، تنظیم پرستی را، سمت پرستی را، لسان پرستی را، مذهب پرستی را ایره ترویج دادیم و ایره لازمه خود قرار دادیم. الله متعال مصیبت دیگری، عذاب دیگری آمده. این از این که عذاب سخت دیگری نیست که ما در گره و بند کفار باشیم. حتی رئیس جمهوری ما بدون اجازه از او کاری کرده نتونه. دیگه چی؟ یا عذاب الله متعال از سر ما آمده. میای انشاءالله قرآن کریم و نکات را، سوره انفال و توبه، سوره هایی که مسلمان ها را بیدار می سازه، روحشان تازه می سازه که مسلمان کی است و حقیقت اسلام و مسلمانی را معرفی میکنه. ما ببینیم یک آیت کل سرنوشت تاریخ ما را برای ما پیش میکنه. سابق نظر کنی، آینده را انتظار داشته باشه. نمی گپ است. ان الله لم یک بان الله یقینا الله متعال لم یکن مغیرا، نیست تغییر دهنده، نعمت را انعمها که الله انعام کرده علی قوم بالای قوم، حتی یغیروا تایی که تغییر بدن مو حالت را بانفسهم که به نفسایشان است. کدام صلاحیت و نیکی و اطاعتی که بود
اگر او را تغییر داد نعمت الله هم تغییر. یک، الله تغییر نمیده زبون حالی را، غلامی را، زندگی نعوذ بالله زیر شکنجه و ظلم و بیداده مثل که فعلا قرار داره میره تغییر نمیده الله. تا وقتی که تغییر ندادیم، تا خود تغییر ندادیم، خود چطور تغییر داده میتونیم؟ تا که به هوش بیاییم، فکر بکنیم، نظر بکنیم که چرا این حالتی بد ماست. یک نفری ما در سر کو، یکی ما در دی، یکی دیگه خود قتل کنه، او هم شهید بگویه، ای هم شهید بگویه، هر دو شهید شده میتونه؟ حق دوتا هست؟ این گپایی است که طفل هم میدانه، طفل هم میدانه. اما دور نمیخوریم، بازم امو چوکی، امو منصب خدا از همه امور از اطاعت الله و رسول کردم و قدم دانستیم. ما تسلیم به کتاب الله و سنت رسول الله نیستیم، ما تسلیم به منصب خود هستیم، به خواهش نفس خود هستیم که نفس از ما چی خواهش میکنه. اینی خاطر است، اینی جنگ و جدل است. این حالت ها تغییر نمیکنه. 1000 دفعه امریکا برای یا بیایه، این حالت ها تغییر نمیکنه تا وقتی که در انفس مردم تغییر نآمده. انفس مردم که تغییر آمد، بازی تغییرات میایه. انفس مردم چطور تغییر بیا؟ مردم مسلمانی واقعی شود، بنده نفس نباشه، بنده زبان نباشه، منطقه و سمت نباشه، بنده جغرافیا نباشه، بنده یک مسلک و رأی و نظر نباشه، بنده الله باشه. حکم الله را بدون چون و چرا، اگر مخالف طبیعتش است، اگر موافق طبیعتش است، بپذیره. خلاص حکم الله سرت آمد، تو را در زندان روی میکرد، زندان روی شو، خلاص الله حکم کرده، بس حکم الله متوجه شد، تو باید جزا برات داده شود، جزا برات داده شود. تسلیمی به حکم الله. بدون از این انقلابات و تغییرات در این وطن آمده نمیتونه. و ان الله سمیع علیم، یقینا الله متعال میشنوه و قولی که دو تغییر میآید، العلیم میدانه کدام فعلی که دو تغییر میآید، عالی معلوم میشه. استعداد همگیر الله معلوم کرده که مردم کدام استعداد داره. ضمیر از یا غلام است، ذهن از یا غلام است، یعنی که یک چیزی حرکت در قلب وجود داره. در عمل هم از یا مشاهده میشه چیزی تغییراتی را. دروازه مسجد اعلان شده، رجوع به کتاب الله شده، سنت رسول الله را از همه خواهشات و از همه امور مقدم دانسته، یعنی که باز دونه موضوع امام زری تراویح است، باز دیگه تغییر نمیخوره. قرآن یک مرتبه بر ما گپا را بالکل هویدا ساخت، سرنوشت هر کس خود از آیت بگیره. حالا نعمت داده بود، اسلام دینی بود که یقینا سبب امن جامعه، سبب ایجاد فضای صمیمیت و محبت بود، اما خود تغییر دادیم، خود رفتیم در کام دنیای کفر. از او خاطر حالت ما خراب شده.